سلام دوستان، تا گیمر هستم. اومدیم واسه یه آموزش جدید. میخوایم خونه نینتندو سویچ براتون بسازیم و یه فضای 12x9 اول باز میکنین که طول 12 باشه، عرض 9 و یکی در میون میذارید چوب سفید و سیاه و کف خونه رو میسازید. بعد وقتی بلوکای چوبمون رو چیدیم و ساختیم، 5 ردیف اول بیایم پایین، بعد استون یا همون سنگمون رو تا بالا میکشیم و میسازیم. وقتی که دیوارمون رو به این صورت ساختیم، یک فضای سه ردیفی باز میذاریم و پله میسازیم به بالا و بعد چراغاشو میسازیم که الان میسازم. بعد اینکه چراغاشو میسازیم میایم 3 تا بلاک سنگ میذاریم و درشو میسازیم. یه در اینجا، بعد اینکه در رو ساختیم با این دوتا، میریم به سمت بالا و با بلوک خاکستری روی سنگ ها رو میپوشیم. بعد از اینکه بلاک های خاکستری رو چیندیم بالا، میایم پایین و 4 ردیف میچینیم و بعد چستا رو من میذارم، ویدیو رو استاپ میکنم. بعد از اینکه چستامون رو ساختیم با گاز کرافین تیبل، بعد بریم سراغ تختمون. اینجا تختمون رو میذاریم، 2 تا کنارش از اینا. بعد از اینکه تختمون رو ساختیم، میایم چستا رو این ور میذاریم، بعد دوباره از اینا. بعدی که چستامون رو میسازیم، بعدش میایم اینجا گل و گیاهامون رو میسازیم. خاکاش البته اول شخم میزنیم. بعد از اینا رو داریم، بعد گل و گیاهامون. بعد حواستون هم باشه که آوا رو این گوشه بذارید که بتونه بیاد. اون طرف هم گذاشتم بتونه اینا شکلش جواب بده. بعدی که گلگیه ها رو ساختیم، میایم گل میذاریم با گل دو. یکی مثلا اینجا بذاریم، یکی هم کنارش میذارم. بعدی که شیشه هامون رو ساختیم، میریم سراغ دسته های نینتندو. بعد از اینکه تموم شد، وارد میشیم. این داخل خونه است و اینم راه کار و بیرون کار. واقعا قشنگ. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. اگر خواستین تو کامنت ها بگیم پارت 2 بسازم. خسته نباشید. خداحافظ.